بریم با هم یک شیرینی نارنجک یا نون خامه با هم درست کنیم. به اندازه ها دقت کنیم بچه‌ها. داخل لیوان ریختم که شما اندازه ها متوجه بشین. آب و روغن رو با هم بزنید روی حرارت، به جوش که اومد بهش آرد و بیکینگ پودر رو اضافه کنید. اونقدر هم بزنید تا خمیرتون جمع بشه و وقتی که خمیرتون هم جمع شده 5 دقیقه روی حرارت بمونه و همچنان هم بزنید. به این میگن اصطلاح داغ زدن. و بعد از اون بذارین که خمیرتون خنک بشه، به دمای محیط برسه. یکی یکی تخم مرغ رو اضافه کنید، برید با همزن برقی بزنید. اونقدر بزنید تا یه بافت کشدار به دست بیاد. ببینید این الان تخم مرغ دوم با وانیل من اضافه کردم و حالا چون یه بافت روونتر و چسبناکتر رو میخوام، تخم مرغ سوم رو هم اضافه میکنم. ما دقیقاً به این بافت احتیاج داریم، یک بافت چسبنده و روان. و بعد هم کاغذ روغنی کف سینیاتون پهن کنید و هر مقدار که دوست داشتین، حالا نون خامه‌ایتون بزرگ باشه میتونید که پای بزرگتری انجام بدید. دستتون رو با آب خیس کنید، نوک قله‌ای که ایجاد شده رو صاف کنید، بذارید داخل فر 180 درجه که از قبل گرم کردین و حدود 30 الی 40 دقیقه بذارین که نون هاتون آماده بشه. اگه اندازه دقیق شو میخوای کلمه دستور رو برام من بفرست تا برات همه رو کامل ارسال کنم. و بریم برای بافتش بچه‌ها. یکی از خوشمزه ترین شیرینیایی که میتونید تو خونه آماده کنید، خیلی راحت هم است.